سلام، وقت بخیر. امیدوارم که حالتون عالی و خوب باشه. خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از چنل بیلیو و لاک پشت های دلاری. این مینی اپ متا کوین یک بازی جدید رو مجدد ران کرده که قرار امروز در موردش صحبت بکنیم و ببینیم به چه صورت قراره ازش سود بگیریم. خب ویدیوهای خیلی زیادی در موردش ساختیم که بریم در مورد جدیدترین گیمش هم صحبت بکنیم. بچه تو این قسمت روی لینکی که اینجا قرار دادم، لینک ثبت نام ربات تلگرامی که کلیک بکنید وارد این فضا خواهید شد. و تو این چارتی که به شما میده اینجا اومده گیم ها رو گفته، بالانس رو اینجا گفته، رفرال رو گفتی، اکتیویتی و فری دیلی ریوارد رو گفته. از این قسمت هم شما میتونید با ساپورت این مینی اپ در واقع کامیونیکیشن و ارتباط داشته باشید. اول در مورد این که بچه‌ها خیلی سوال پرسیده بودن در مورد فری دیلی ریوارد رو صحبت بکنیم. بچه‌ها از این پلتفرم و از این مینی اپ شما میتونید به صورت رایگان هم درآمد داشته باشید. خب اون 10 ترون رو خیلی‌ها شاید گرفته باشن و همون 10 ترون رو اومدن گیم انجام دادن و کردن 100 ترون 50 ترون رو برداشت و انجام دادن. اما اگر شما توی قسمت رفرال برید و لینک رفرالتون رو برای دوستاتون بفرستید و اونها مشغول این کار بشن، هر فعالیتی که اونها انجام بدن و هر سودی که اونها بگیرن از قسمت رفرال برای شما سود خواهد داشت، چه لوز باشه، چه وین باشه، چه پرداخت، چه برداشت باشه، به صورت روزانه برای شما سود آور خواهد بود. پس یادتون باشه که از این مینی اپ و از متا کوین شما میتونید به صورت روزانه هم و به صورت دیلی هم سود داشته باشید، به صورت حتی رایگان، اگر بتونید رفرال و زیر مجموعه بگیرید. یه قسمت اکتیویتی هم اینجا داره، در مورد این هم سوال پرسیده بودید که اینم بهتون بگم. هر واریزی که داشته باشید 10% از کل اون واریزتون به شما پاداش و بونوس تعلق خواهد گرفت و همچنین یک گلدن ساندی داره که تو این قسمت هم هر وقت در این تایم شما واریزی داشته باشید این 10% 20% میشه. و در مورد این هم پرسیده بودید، گفته بودید 2000 ترون به چه کسانی تعلق میگیره. اونجوری که چارت خود پلتفرم توضیح داده و اجنت ها اون توضیح دادن، هر کسی که چنل یوتیوب داره و هر کسی که چنل تلگرام داره و میتونه یک ویدیوی خوب و جالب بسازه، بر اساس اون بازخوردی که خواهد داشت این 2000 تا به اون تعلق خواهد گرفت. تو قسمت ماین منو هم که کلیک بکنید برمیگردید به حالت اولیه و تو این قسمت قرار میگیرید. اما برگردیم بریم توی قسمت گیم و اون گیم جدیدی که ران کرده. بچه‌ها در مورد این گیم ها مین رو، کینگ تاور تارگت و این سنگ کاغذ قیچی ویدیوهای مجزا ساختیم که توی قسمت همین پست میتونید ببینید ویدیوهاش رو. ببینید اینجا به صورت کامل گیم اول، گیم دوم، گیم سوم و یک ویدیو آخر هم مجموعه کامل توضیحات رو داده. یعنی ما به صورت خاص روی پلتفرم هایی که برای ما سودآور خواهد بود فوکوس میکنیم و جز به جز ویدیوها رو برای راحتی ترفندها و راهکارهاشو برای راحتی اعضا تهیه میکنیم. خب توی قسمت گیم که وارد میشیم مجدد اینجا میبینیم که یک قسمت هیدز اور تیلز اضافه شده. این همون شیر یا خط خودمون هست که قراره ببینیم به چه صورت هست. همیشه هم میبینید یک کامینگ اینجا داره که یعنی اون کسانی که دارن این پلتفرم رو به هر حال برنامه‌ریزی میکنن همیشه یک جا برای یک پلن بعدی یا یک گیم جدید بعدی خالی میذارن و ما یادآوری میکنن که گیم جدیدی در راه است. اما کلیک میکنیم روی این heads or tail یا شیر خط خودمون و وارد این فضا میشیم. تو این فضا خیلی راحت به ما گفته اینجا یک عدد انتخاب کن، یعنی موجودیت رو به شما گفته و شما گفته یک عدد انتخاب کن. اگر میخوایم گیم رو انجام بدیم به این دوتا کاری نداریم و اینجا به عنوان مثال من میام یک رو وارد میکنم، سپس میام قسمت کلیک فرستادن سند رو کلیک میکنم و ثبت میکنم. اینجا من دوتا گزینه میده، میگه یک طرف رو انتخاب کن، شیر هستید یا خط. من میام اینجا شیر رو انتخاب میکنم و ثبت میکنم و اینجا من اعلام میکنه که و من میگه شما برنده شدی و دارید میبینید 0.95 از ترون من اینجا سود کردم و شما بگید اصلا یک ترون من اینجا سود کردم و برای من سود. به همین راحتی این گیم بسیار راحته و این سه تا گزینه پایین هم اومده من گفته که اگر میخواید مجدد انجام بدید میتونید بیاید از صفر شروع کنید. اگر خواستید ریمچ یعنی همین مبلغ همین پلن رو انجام بدید اینو کلیک میکنید و اگر خواستید توی قسمت ماین منو یا کل
اون صفحه‌ای که مربوط به منو هست وارد میشید. خب بچه‌ها مجدد من این قسمت رو کلیک میکنم، وارد این فضا میشم تا یک بار دیگه هم براتون توضیح بدم که به چه صورت هست و شما میتونید بشید کار بکنید. توی قسمت گیم کلیک بکنید، وارد این فضا میشید. توی این فضا آخرین گیمی که داده Heads or Tails هست که کلیک میکنید و وارد این فضا میشید. توی این فضا اومده به شما گفته که از اون بالانستون رو اونجا گفته که چقدر هست، گفته یک عدد از بالانستون انتخاب میکنید اونجا. به عنوان مثال یک رو انتخاب کردم من بر اساس دارایی که شما دارید. سند رو کلیک میکنید و اینجا به شما گزینه میده، گفته از این دو تایی که انتخاب کن، شیر یا خط. و من میام این دفعه خط رو انتخاب میکنم و صبر میکنم ببینم نتیجه چه خواهد شد. اینجا من لوس داده. حالا من میتونم بیام مجدد از همون روش مارتینگل استفاده کنم، یعنی 2.5 برابر 3 برابر کنم و ادامه رو برم و داشته باشم و برای خودم سودآوری بکنم. خب دوستان عزیزم، در مورد این پلتفرم توضیحات بسیار زیادی داده شده، فیلم های زیادی هم برای شما تهیه شده. امیدوارم که پرسود باشید، مراقب خودتون باشید، سلامت و ثروتمند باشید، از پاداش و بونوس روزانه و از سودهای روزانه فراموش نکنید. میتونید با رفرال گیری هم شما به صورت رایگان سود خودتون رو داشته باشید. پیروز باشید.